فراوان خدمت تمامی دوستان عزیز بنده و مخصوصا بچه های اکسپلوری. حالتون خوب آقا؟ عرض کنم خدمتتون اومدیم سمت لشنشا، یکی از روستاهای زیبای گفشه. اینجا یه دونه روستاییه که ما خیلی دوستش داریم گفشه رو. اینجا بچه ها یه دونه ویلای ساختن، به ما گفتن آقای استخر محمد در به داغون شده، بی زحمت اینه برای ما نوش کن. ما اومدیم سیمانکاریا رو انجام میدیم، زیر بناها رو قشنگ انجام میدیم، این ور اون ورش میکنه. آجورم رسین اسخر ما آجورم اسخر دمت گم اسخر، خیلی سالاری. آقا دوستان خودمانیم اینا. عجب مرغ چیرکه‌ای دارم من، چی سر صدایی میکنیم مرغ چیرکه‌شون فقط میگه آقا این خود مرغ پرقر به اون ور ما داریم یه صحبت میکنیم، واسه صحبت ما مرغ بیاد میگه بله. خب آقا این کار کردم من حق دارم دیگه، من دوبلور اینجا دارم کارتون دوبله میکنم، اینجا دارم مرغ. بله میدونم، بله درسته اینجا روستاست. آقا من اصلا اشتباه کردم، گوزه گپ زدم آقا ببخشید. خب دوستان عزیز اینم استخر ما، نگاه کنید چقدر خوشگل و رنگین درست کنیم، آبش هم پر میکنیم. حالا هر کس دوست داره میتونه بره اینجا شنا بکنه. ما کارمون در این روستای گفشه واقع در لشنشا تمام شد. دوستان ما رفتیم تا کارتون دیگر، خدا حافظ.